سلام بچه‌های عزیز. امشب در برنامه خوبی خوشخورترکانی سامانه اویلتیجی من به شما از افسانه‌های خلقی تاجیک افسانه دهقان و خرس رو نقل میکنم. یک دهقان بود. وی هر سال گندم میکاشت. یک سال گندمش سبزیده میسر شده بود که خرس به سر کشتش می اومدگی شد. خرس می اومد و به درون کشت در اومده پایمال کرده خواب می رفت. دهقان او رو می دید ولی زورش نمی رسید که پیش کند. گندم پخت. دهقان دروید. به خرمنجو آورد. گرم کرد. کوفت. باد کرد و بیخته تیار کرده بود که همون خرس حاضر شده گفت السلام علیکم شریک. دهقان حیران شده پرسید و علیکم برسلام، تو چگونه شریک هستی؟ خرس در قهر شده گفت تو حالا نمیدانی که من شریک تو هستم؟ دهقان گفت از کجا میدانم؟ تو همراهی من کار نکرده باشی؟ خرس به جای هر وقت آمده خوب میکردگیش رفت و یک پهلو زده گفت خرس به جای هر وقت آمده خوب میکردگیش رفت و یک پهلو زده گفت من هر روز در همین جا میخوابیدم و گنجشکا رو پیش میکردم. نباشد حالا یگان دانه گندم هم نمیموند. دهقان دید که از این خرسی مفتخور علاج خلاصی نیست. ناچار گفت خیر بیا رویم حصه کنیم. به سر خرمن آمدند. دهقان گندم را دو حصه برابر کرده به خرس گفت کنی حصه‌ات رو گیر. من خلطه ندارم. گفت خرس این طور باشد من به خانه رفته برای هر دویمان خلطه میارم. گفته دهقان به ده روان شد. رو من گندم را پاسبانی کرده میشینم. گفت خرس از پس او. دهقان به ده آمد و به زنش گفت همون خرس اومده است. نصف گندم ما رو طلب میکند. علاج نکنیم از نصف حاصلمان محروم میشویم. زنش کمی فکر کرده بعد گفت شما روید من کاری کرده او رو میترسونم. دهقان دو خلطه گرفته به سر خرمن آمده دید که خرس چغاره کنده ایستاده است. برای چی چغاره کنده ایستاده ای؟ پرسید دهقان. حصه خود را به همین جا می اندازم. گفت خرس. در این مدت زنی دهقان بچه های قشلاق رو جمع کرده به یک خرخوکستر بار کرد و خر رو به طرف خرمن راند. همین که به خرمن نزدیک شدند به بچه ها گفت که با تمامی آوازش و غوغا بردارند. خودش لنگه خاکستر رو با تیغ زدن گرفت که چنگش در هوا پیچید. خرس از این حادثه ناگهانی ترسید و چغاره گفتگیش در آمد. ای دهقان هیچ خرسی ندیده اید؟ فریاد کرد زنک. خرس به شما چی در کار؟ پرسید شوهرش. دختری پادشاه بیمار شده است. با او روغن خرس دارو بوده است. جواب داد زن. خرس این گپ رو شنیده به دهقان گفت ای شریک از من خبر نده. به خبر دادن من هم تو رو میابند گوشهایت نمایانند. گفت دهقان ای آشنا دست رو گیر و گوشهای مرا بر. التماس نمود خرس. دهقان دست رو گرفت و گوشهای خرس رو برید. همین وقت زنش باز فریاد کرد ای دهقان هیچ خرسی پارینه ندیده اید؟ نه. گفت دهقان چی دروغ میگوید؟ پایهای پیشش رو میبینم. آواز داد زنک. خرس از ترس لرزیده به دهقان گفت ای آشنا زود پایهای پیشم رو ببر. دهقان گفت که گوشهایت رو بریدم باز پایهایت رو برم. چی خیلی زندگی میکنی؟ تو تمام شدن همین گندم صحت میشود.
ҷавоб дод хирс. деҳқон пойҳои хирсро бурид. занак боз фарёд кард: эй деҳқон, ҳеҷ хирси перосоли надидаед? Не, гуфт шавҳараш. занак боз фарёд кард: чӣ дурӯғ мегӯӣ, ана сараш менамояд. эй ошно, сари маро набур, гуфт хирс. ваъда медиҳам ки дигар асло ба деҳқонии ту шарик намешавам. деҳқон хирсро сар дод ва бо ҳамин аз даъвогари муфтхӯр халос шуда ҳамаи гандумашро ба хонааш гирифта бурд. бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи деҳқон ва хирс анҷом ёфт. барои шунидани афсонаҳои дигар бо сомонаи оила Тиҷӣ бимонед. хоби хуш хурдтаракон.